سلام دوستان، با کانال نکاتوپ خوش آمدید. برای ساختن بیشتر فیلم‌های نوی که امروزه روی اکران می‌برآیند از فناوری کامپیوتری نوی با نام CGI استفاده می‌کنند. کارگردان‌ها با واسطه این فناوری صحنه‌های جذابی را خلق می‌کنند که بیننده را به یک دنیای دیگر می‌برد. فیلم‌های معروفی هم که امروزه تماشا می‌کنیم اگر آنها را به فرمت CGI بینیم شاید دیگر به ما پسند نآیند. هنگام مونتاژ این فیلم‌ها پشت صحنه‌های روی داده است که تماشای آنها جالب است. در این ویدیو یک جای تماشا می‌کنیم همین پشت صحنه‌هایی را که به فرمت CGI خیلی خنده‌آور و جذاب هستند. پس تا آخر برنامه با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولیک دوام بتیم من میخوام با شما یادداشت کنم که اسپانسری همه روزه رولیک کانال نکاتوپ این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنت ذکر پیدا کرده شده. شما وقتی که میدونید با همین سیلک رجیستراسیون کردن سر میکنید در جایی که پرومو کد نوشته در اونجا شما نکراب نویسین $100 به شما بونوس میتونن. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این اگر شما بزرگ نفهمید دونین پروسه رجیستراسیون این یک دستگیری کلان شما نسبت به کانال نکاتوپ میباشد و این باعث میشود که رولیک های نکاتوپ تیز برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما. رولیک سر میکنم رفتیم. دیو و دلبر. اگر شما فیلم لایو اکشن دیو و دلبر از دیزنی را تماشا کرده باشید شاید به شما زیاد پسند آمده باشد و میدانید که با مولفیلم ماننده زیاد دارد. دن استیون یعنی همین بازیگری خوشچهره در نقش دیو این قصه بازی میکرده است. اما شما چی فکر دارید؟ چه این اکتیوری زیبا را به دیو مانند کردن؟ بله، با فرمت CGI. در وقت فیلم برداری دن مجبور بود که یک لباس خیلی بزرگ را بپوشد تا قد او با قد دیو برابر شود. وزن این لباس 18 کیلوگرم بوده است و معلوم است که بازی کردن با این لباس وزنی کار یک هنرمندی با استعداد است. اینچنین برایش یک پاپوشی آهنی پاشنه بلند که پاشنه آن نیز آهنی بوده است تهیه کردن تا قد او به اندازه قد دیو شود. 3 ماه وقت لازم شد تا دن به این لباسهایش عادت کند و مشقهایش تمام شود. بعد به فیلم برداری شروع کردند. معلوم نیست این بازیگری زیبایی که نقش بیل را بازی میکرد چقدر پیش خنده اش را گرفته است، چون که موجوده که در پشت صحنه همراه او میرقصد از دیو هم عجیبتر و خنده آورتر است. تانوس کلانترین شخصیت منفی دنیای مارول یعنی تانوس با نام‌های زیاد شناخته می شود. مثلا بعضی‌ها با او ارباب تاریکی یا تایتانی دیوانه میگویند، اما نام واقعی او جاش برالین است. بازیگری که در نقش این شخصیت بازی میکرد مجبور بود که ساعت‌های دراز دیالوگ‌ها را مشق کند و احساس‌های گوناگون را در چهره‌اش مشق میکرد تا کامراها توانند حالت‌های گوناگون چهره‌اش را ثبت کنند. همه این نقطه‌هایی که در روی وجود دارند با کمک یکدیگر روی تانوس را می‌سازند. کامرا هم می‌تواند فهمد که هر کدام این نقطه‌ها چقدر حرکت کردند و حرکتی آنها به کدام طرف بوده است. بعد این حرکت‌های حاصل شده را با واسطه کامپیوتر بر روی تانوس می‌گذارند. البته چنانه که می‌دانید تانوس یک شخصیت کلانی است که نسبت به دیگر بازیگران این فیلم قدی بلندتری دارد. و همین خاطر در نزد کامرا وقتی می‌خواهد با دیگر شخصیت‌های این فیلم صحبت کند و یا با آنها بجنگد، عامل‌های پشت صحنه از راه‌های دیگر استفاده می‌برند. مثلا برای ساختن این صحنه مجبور شدند که یک کلاه آهنی بنفش رنگ را روی سرش گذارند تا او بهتر تواند این حالت را اجرا کند. فیلم اسکوبیدو. متاسفانه طرفداران فیلم اسکوبیدو را ناراحت میکنیم و میگوییم که شخصیت اسکوبی واقعی نبوده است و از فرمت CGI در آن استفاده کردند. بازیگرانی که در این صحنه بازی کردند آنها وانمود میکردند که اسکوبی در پشتشان ایستاده است، اما در اصل آنها گویا که با هوا گپ میزدند. البته یک سر به سر اسکوبی مانند ساخته بودند تا بازیگران توانند دیالوگشان را به چهره‌اش نگاه کرده صحبت کنند، تا اینکه وقتی این صحنه در کامپیوتر ساخته می شود به واقعیت مانندی داشته باشد. هرچند که به این کلاه چوبی که بر روی دسته آهنی گذاشتن نگاه میکنم بیشتر میترسم. جایزه خنده آورترین پشت صحنه هم میرسد به آن قسم فیلمی که اسکوبی لباس بیبیش را پوشیده بر روی 2 پا میایستد و میخواهد در فرودگاه قدم زند. برخلاف دیگر صحنه‌های فیلم در این صحنه از یک بازیگری واقعی استفاده کرده بودند. این بازیگر علاوه بر اینکه مجبور بود لباس پیرزن را بپوشد، باز بر روی سرش یک سری سبز گذاشته بود تا بعد توسط کامپیوتر سر اسکوبی را به آن جایگزین کنند. با کفش‌های پاشنه بلند و طرز راه رفتنش نگاه کردم میفهمیم که کارگردان‌ها چقدر ما را فریب می‌دادند. شخصیت اسموک. وقتی که سگانه هابیل روی صحنه برآمد تماشابینان گفتند که آنها حوصله تماشای آن را ندارند، اما وقتی درباره CGI صحنه‌های این فیلم صحبت کنیم حتما حوصله تماشا کردن خواهیم داشت، چون که پشت صحنه‌های این فیلم در حقیقت جالب هستند.
خیلی ها نمیدانند اما در نقشی اسموگ یا همون اژدهایی که صدای وحشتناک دارد بندیکت کامبربچ بازی کرده است. نه تنها بندیکت در صدای این شخصیت نقش بازیده است بلکه صحنه پردازی هم کرده است. پشت صحنه این فیلم خیلی جالب است و بندیکت حرکت‌های اژدها را اجرا کرده ایستاده است. And instill terror into the hearts of men. I kill wherever I please, and none shall stop me. لباسی که در بدنش است همه حرکت‌های بدن و رویش را به کامپیوتر می‌گذراند. بعد با واسطه آن طراح گرافیکی از حرکت‌های بندیکت شخصیتی اسموگ را می‌سازد. البته معلوم است که اندازه بدنی بندیکت خیلی خرد است و آن را 1000 برابر باید کلانتر می‌کردند. شاید اگر در سینما پشت صحنه‌های این فیلم را نشان می‌دادند حتما این فیلم بهای بلند می‌گرفت. I smell you. دکتر استرنج. اگر فکر میکنید که 4 دست و پا راه رفتن بندیکت برای ساختن نقش اژدها جالب است، حتما این صحنه را دیده دیگر گپ نمییابید. طرفداران سینمای مارول میدانند که بندیکت کامبربچ نقش دکتر استرنج را بازی میکند. او نقش جراحی را بازی میکند که با سبب‌های زیاد دیگر کسبش را دوام دادن نمیتواند و به کسب جادوگری روی میآورد و در این کسب به درجه استادی میرسد و جهان را نجات میدهد. همه اینهایی که گفتیم به فرمت CGI نیاز دارند تا جلوه‌های بصری زیادی را خلق کنند. این فیلم باید خیلی طبیعی به نظر می رسید و به همین خاطر برای فیلم برداری آن از صحنه‌های طبیعی که از پیش تیار شده بودند استفاده کردند. آن پرده‌های سبز که می بینید باعث می شود که توانند بازیگر را از این صحنه جدا کرده به پس زمینه دیگری گذارند و صحنه‌های دلخواه خود را بسازند. بعضی از این صحنه‌ها هم در حقیقت خنده‌آور هستند. مثلا در این صحنه بندیکت با یک ریسمان بسته شده است و در روی زمین می‌دود تا صحنه دلخواه کارگردان را تواند اجرا کند. و در اجرای این صحنه هم با چوب دستی بندیکت چراغک‌های خردی را چسباندند تا توانند قدرت او را به نمایش گذارند. شخصیت کلاسیس در ددپول. ددپول یکی از ترسناکترین شخصیت‌های دنیای مارول است و توجه همه را با این لباس سرخش جلب کرده است. اما بیشتری تماشابینان میگویند که بهترین نقش دنیای مارول این شخصیت کلاسوس است. کلاسوس با گروه مردان ایکس داخل شده از ددپول خیلی کلانتر است. بلندی قد این شخصیت 2 متر و 70 سانتی متر است و بدنش نیز آهنی است. شاید فهمیده باشد که او آدمی واقعی نیست و آن را با فرمت CGI ساختند. البته بهتر است بگویم که این شخصیت را با فرمت CGI کامل کردند. چون که اجرای این نقش را چند بازیگر بر عهده داشتند و حاضر آنها را می‌بینیم. در وقت فیلم برداری یک بازیگر باید نقش کلاسوس را بر عهده گیرد تا در اجراهای کامپیوتری توانند جای او را پر کنند. البته باید بازیگر با شخصیت این نقش خیلی مانندی داشته باشد و به همین خاطر یک بازیگری بوز بالای قد بلند را انتخاب کردند. این بازیگری بوز بالا بلندی قدش 2 متر بود و برای اجرای نقش ها لباسی مخصوص را می‌پوشید و نسبت به شخصیت کلاسوس خیلی خنده‌آور بود. من حیرانم که چرا این بازیگرها خودشان به خنده نمی‌آیند. شاید به آن خاطر باشد که آنها اول فیلم را نمی‌بینند. بلندی قد این بازیگر 2 متر بود و البته قد کلاسوس بلندتر بود. به همین خاطر این بازیگر مجبور بود که کفش‌های پاشنه‌داری بلند بپوشد و بر روی سرش هم کلاه گذارد تا با آن شخصیت مانند شود. البته این کار همینجا تمام نمی شود و 4 بازیگر دیگر به گروهی شخصیت سازی کلاسوس همراه شدند. آنها باید حرکت‌های بدن، حرکت جاغ، دیالوگ‌ها و طرز حرکت‌های چهره کلاسوس را اجرا می‌کردند. این به آن معناست که برای ساختن شخصیت کلاسوس 5 بازیگر یک جای کار کردند و این خیلی جالب است. راکت راکون یکی از بهترین شخصیت‌های دنیای مارول و فیلم گاردینز آف گالاکسی است، اما او تماماً توسط فرمت CGI ساخته شده است. اگرچه ساختن صحنه‌هایی که به راکت راکون مربوط بودند خیلی مشکل بود، اما در این بین پشت صحنه‌های خنده‌آور هم روی داده است. مثلا در اینجا یک بازیگر نشسته بازیگری دیگر را سیله کرده ایستاده است. اساساً این فیلمی بود که باید با فرمت CGI ساخته میشد و گروه CGI هم کارش را به خوبی انجام داد و فیلمی خوبی روی صحنه برآمد. فیلم توایلایت یا گرگ و گوسفند.
این فیلم یکی از پربحث‌ترین مجموعه‌های تاریخی است و بیشترین نوجوان‌ها این فیلم را دیدند که درباره دختری است که یک خونشان و یک گرگینه همراهش است. یکی از خنده‌آورترین صحنه‌ها که البته در فیلم خنده‌آور نیست اما پشت صحنه آن آدم را می‌خنداند اینجاست. در اینجا شخصیت بیلا با بازی کریستیان استوارت با شخصیت جیکون با بازی تیلو رودنر نقش بازی کرده ایستاده است. آنها با هم صحبت کرده ایستادند و البته اینجا جیکوب به گرگ تبدیل شده است و آنها باید در ساختن این صحنه از CGI استفاده می‌کردند. با اون خاطر که کارگردان می‌خواست که جیکوب در این صحنه حضور داشته باشد و همین خاطر او یک لباس مخصوص پوشیده به نزدیک کامرا می‌رود. جای خنده این صحنه اونجاست که بیلا باید سر گرگ را سیله کند. جیکوب هم به این صورت خم شده نقشش را خیلی خوب بازی میکند. البته این صحنه خیلی خوب ساخته شده است و نمیتوان از آن عیبی یافت، اما وقتی پشت صحنه رو میبینیم فکر ما نسبت این فیلم دیگر میشود. خب فکر شما درباره این صحنه ها چیست؟ تشکر که تا آخر ویدیو با ما بودید. نظرات خود را در کامنتاری نویسید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای جالب نوبتی ما با کانال ابونه شوید.